سلام، به این ماجرا خوش اومدین. تو حالا فکر کردین مولوی فقط برای شعرهای عاشقانه و استوری اینستاگرامه؟ خب، امروز قراره با چند تا از داستانهای عجیب و غریبش کل تصوراتتون رو به هم بریزیم. آماده این؟ اگه فکر میکنین آره، باید بگم که سخت در اشتباهین. چون مولوی فقط شاعر بی همگان به سر شده نیست. یه روی دیگه هم داره، یه روی خیلی تاریکتر و هیجان انگیزتر که داستانهاش زمین تا آسمون فرق میکنه. دقیقاً، یعنی کتاب مثنوی رو مثل یه سریال پرهیجان امروزی در نظر بگیرین، ولی خب با قدمت 800 ساله، توش پر از داستانهای درام، توطئه و درسهای زندگیه که انگار همین دیروز برای ما نوشته شدن. خب بزن بریم سراغ اولین داستان. آماده باشین برای آشنایی با یکی از سمی‌ترین و مکارترین وزرای تاریخ که قصهش از دفتر اول مثنوی میاد. قصه از یه پادشاه خیلی متعصب شروع میشه که میخواد نسل مسیحی‌ها رو از روی زمین بداره. اما وزیر باهوش و البته بدجنسش یه نقشه دیگه داره. به پادشاه میگه قربان، اگه اینا رو بکشیم که فقط شهید میشن و قوی‌تر برمیگردن. ما باید از درون نابودشون کنیم. و نقشش اصلا مغز آدم سوت میکشه. اول با پادشاه یه دعوای ساختگی را میندازه. بعد بهش میگه جلوی چشم همه منو شکنجه کن، گوش و بینی و دستم و ببر. که چی بشه؟ که مسیحی‌ها بهش به چشم یه قربانی نگاه کنن، بهش اعتماد کنن و اون بتونه مثل یه ویروس از درون متلاشیشون کنه. و خب متاسفانه نقشش جواب میده. مسیحی‌ها بهش پناه میدن و کم کم این آدم تبدیل میشه به مرشد و رهبر روحانیشون. اصلا خبر نداشتن که این یه گرگ تو لباس میش. و اینجا میرسیم به شاهکارش. اول اعتماد کامل هر 12 تا قبیله مسیحی رو جلب میکنه. بعد یواشکی برای هر کدوم از 12 تا رهبرشون یه تومار جداگانه مینویسه و بهشون میگه تو جانشین واقعی من هستی. و فاز آخر، وقتی کارش تموم شد، میره توی غار و خودکشی میکنه تا با مرگش آتیش جنگ داخلی رو روشن کنه. یعنی یه نقشه بی‌نقص. حالا قسمت وحشتناکش اینجاست. توی هر کدوم از اون نامه ها نوشته بود ببین، فقط و فقط تو جانشین بر حق منی، هر کس دیگه این ادعا رو کرد دروغگوه و باید نابود بشه. یعنی قشنگ داشت بهشون کد میداد که همدیگر رو بکشن. و تهش چی شد؟ یه فاجعه کامل. هر 12 تا رهبر فکر میکردن خودشون جانشین واقعی هن. واسه همین افتادن به جون هم و همدیگر رو تیکه پاره کردن. صبر کن ببینم. یعنی این وزیره با یه جنگ روانی یه ملت رو به هم ریخت؟ دقیقاً. و پادشاه بدون اینکه حتی دست به شمشیر بزنه برنده شد. خب این داستان خیلی دارک بود، قبول. ولی بذاریم فضا رو یکم عوض کنیم، چون همه داستانای مولوی اینجوری نیست. بعضیاشون خیلی هم بامزن و نشون میدن چطوری میشه با یه جوک ساده کلاه سر یکی گذاشت. خب داستان چیه؟ یه جوون پولدار و خیلی مغرور داریم که میاد روی اسب خفن شرط میبنده که عمرن کسی بتونه از پارچش دزدی کنه. اونم پیش کی؟ پیش یه خیاطی که کلاً به دزدی معروف بوده. یعنی اعتماد به نفس و ببین. خب اسلحه خیاطت چی بود؟ جوک. اون میدونست این پسره خیلی از داستانای خنده‌دار خوشش میاد. برای همینم همینطور که داشت پارچه گرون قیمتش رو اندازه میگرفت، شروع کرد براش جوک تعریف کردن. نقشش هم خیلی ساده بود. خیاط یه جوک تعریف میکرد، پسر از خنده قش میکرد و چشماشو میبست. همون لحظه خیاط یه تیکه از پارچه رو میبرید و قایم میکرد. پسر هم که حسابی سرگرم شده بود، هی میگفت یکی دیگه بگو، یکی دیگه. اینقدر این کار تکرار شد که آخرش خود خیاط دلش سوخت. بهش گفت ببین داداش، دیگه جوک بسته. اگه یه داستان دیگه تعریف کنم لباست خیلی تنگ میشه ها. و اینجاست که پسر تازه دوزاریش میفته که چه کلاه گشادی سرش رفته و اسب عزیزتر از جونش رو باخته. خب حالا شاید بگین این داستانای عجیب غریب 800 ساله اصلا به چه درد ما میخوره؟ خب برگردیم به داستان اول. اون وزیر هیله‌گر میدونی نماد چیه؟ نماد یه چیزیه که مولوی بهش میگه پیر دروغین، یعنی یه رهبر که ظاهرش خیلی خوب و معنویه ولی از تو داره مردم رو به سمت نابودی و تفرقه میکشونه. راستشو بخواین یک کم شبیه بعضی از اینفلوئنسرهای فیک امروزی نیست که فقط دنبال سود خودشونن.
و ببینین این فقط یه داستان ساده نیستا، این یکی از دغدغه‌های اصلی مولوی بوده. این نمودار رو نگاه کنین. بر اساس یه تحقیق، موضوعاتی مثل حسادت یا همین پیر دروغین صدها بیت از مثنوی رو به خودشون اختصاص دادن. یعنی این چیزا براش خیلی مهمتر از اون شعرهای عاشقانه‌ای بوده که ما فقط تو استوریا می‌بینیم. اون داستان خیاط هم یه جورایی هشداره. انگار مولوی 800 سال پیش داشته در مورد الگوریتم تیک تاک به ما هشدار میداده که چطوری با سرگرمی و جوک و چیزای فان حواسمون رو پرت میکنن تا یه چیزی رو از ما بدزدن. حالا اون چیز میتونه پارچه باشه یا وقت و توجه ما. پس در واقع ترفندای زندگی که مولوی بهمون یاد میده اینه: اول، حواست به رهبرایی باشه که با تفرقه انداختن قدرت میگیرن. دوم، بفهمی کی دارن با ژوک سرگرمت میکنن که ازت سوء استفاده کنن. و سوم که از همه مهمتره، حکمت واقعی اینه که همیشه پشت پرده داستانها رو ببینی. خب، اینم از گشت و گذار ما تو دنیای عجیب و غریب داستانای مولوی. امیدوارم از این به بعد با یه دید کاملا جدید بهش نگاه کنین. پس آره، دفعه بعدی که یه نقل قول از مولوی دیدین، یادتون باشه اون فقط شاعر نقل قول‌های قشنگی نیست، یه استاد داستان سراییه که روانشناسی آدما رو کف دستش داشته. و حالا نوبت شماست. به نظرتون سمی‌ترین کاراکتر تو فیلم‌ها و سریالا کیه؟ همونی که خیلی کاریزماتیکه ولی تهش یه پیر دروغین از آب در میاد. حتما تو کامنت‌ها برامون بنویسین.